توی آلمان اگه توی اتوبان بنزین تموم بشه و بزنی کنار بدون که داری قانون شکنی میکنی. چرا؟ به خاطر سرعت زیاد ماشین ها تو اتوبان های آلمان توقف کنار اتوبان ممکنه موجب تصادف جاده‌ای بشه و از نظر قانون بنزین تموم کردن قابل پیش بینیه و بهونه نیست. اما مجازاتش چیه؟ توقف کمتر از 3 دقیقه 30 تا 35 یورو و بیشتر از 3 دقیقه تا 70 یورو. و اگه خطر درست کنی یا تصادف بشه جریمه میره تا 105 یورو. حتی تعلیق گواهینامه یا زندان رو هم میتونه در پی داشته باشه. اگه باکت خالی شد باید بری کنار خط اضطراری، جلیقه و مثلث هشدار بذاری، زنگ بزنی امداد جاده‌ای و دعا کنی که پلیس دیر برسه. پس تو اتوبان‌های آلمان بنزین تموم کنی یادت نره که جریمه میشی. اگه خوشت اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی.